بنا به اطلاع دریافتی دادگاه حربی گارنیزون خوجند روز 31 ماه سال 2023 بررسی پرونده پرسر و صدای عذاب و عقوبت نوازکران در قسم حربی قشون‌های مرزبانی تاجیکستان را به پایان آورده، فرمانده کمانداتوره وارخ پادپالکوونیک نوزت لازوریف و سرجنت جانبک قاسمزاده را به 11 سال و 6 ماه زندان و 4 سرباز دیگر عظیموف فخرالدین، کمالوف اعظم، ناظموف محمد نظر و سیف الله حاج اکبر را هر کدام به 9 سال و 6 ماه زندان محکوم کرده است. لازوری و قاسمزاده به سوء استفاده از مقام و بیرون برآمدن از حد وکالت گناهکار دانسته شده 4 سرباز دیگر را برای ویران کردن آیین‌نامه محکوم کردند. دادگاه حربی گارنیزون خوجند هنوز رسما حکم‌های صادر کرده‌اش را شرح نداده است و تفصیلات دیگر این حکم‌ها تا حال در دست نیست. خود محکوم شدگان و نزدیکان آنها برای شرح حکم‌های اعلام شده دسترس نیستند. این 5 سرباز را بعد به اینترنت راه یافتن ویدیوی بدرفتاریشان با سربازان نو به خدمت آمده زمانی دستگیر کرده بودند که آنها الکی 2 سال خدمت حربی را به پایان آوردند و به خانه‌های خود رفته بودند. روز 24 اپریل سال 2023 در شبکه‌های اجتماعی 2 ویدیوی دهشتبار لطکوب بی‌رحمانه نوازکران از جانب سربازان سابقه‌دار نشر شد. در نوار دیده میشد که نوازکران بیچاره از اینکه به چنین یک قصابخانه افتادند سخت ترسیدند و یگان نفرش حتی جرأت مقابلت نشان دادن نمی‌کند. این ویدیو در حال نشر شد که در تاجیکستان موسم بهاری دعوت به صف قوه‌های مسلح ادامه دارد. این موسم از 1 اپریل آغاز یافته تا 31 می دوام می‌کند. نوارهای نشر شده خشم کاربران را برانگیخته است و بسیاری‌ها از مقامات جمهوری طلب کردند که تا این قصاب‌ها در لباس سربازی را پیدا کرده به سخت‌ترین مجازات بکشند. به دنبال داستان کل تاجیکستان از بازداشت 5 سرباز و فرمانده آنها خبر داده و گفت که این حادثه 15 دکبر سال 2022 در کمانداتوره وارخ یک نقطه مهم و داغ‌ترین در مرز تاجیکستان با قرقیزستان رخ داده است.